بسیار جوک شنیدم اما ندیدم مفهومی از حقوق بشر خنده‌دارتر. طنز تلخ ما دهه 80 و دهه 90 شده این که قاتلین انسانهای بیگناه شدن مدعیان حقوق بشر. مگه نه بچه‌ها؟ بگذریم. پویش امسال 13 آبان ما درباره حقوق منهای بشره. بله، درست خوندین. حقوق منهای بشر. نوجوان عزیز، جهت شرکت در پویش میتونی بعد از خوندن کتابچه حقوق منهای بشر با توجه به انتخاب خودتون به یکی از سوالات پاسخ بدین و از خودتون یک کلیپ 1 دقیقه‌ای تهیه کنین. راستی، اونایی که خیلی علاقه به فیلم ندارن هم میتونن جواب رو بنویسن و برای ما ارسال کنن. فیلم خودتون رو از طریق آیدی ادمین های استانی در کانال نوجوان پلاس از طریق پیام رسان شاد به آدرس زیر ارسال کنید. @نوجوان_ انقلابی. شروع پویش از تاریخ 7 آبان ماه هست و حداکثر تا 15 آبان ماه فرصت دارین آثارتون رو ارسال کنید.